سلام دوستان، خوش اومدین به کانال خودتون. من میلادم و اینجا هم یه جعبه است با کلی شوخی های بامزه. خلاصه امشب کلی کلیپ های سمی و باحال براتون آماده کردم که پیشنهاد میدم حتما ببینید. خبرگزاری صدا و سیما روم. بگذاریم بریم سراغ ویدیو. آخ سوز صدا دلم و نه دماغم و سوزون، ولی خودمونیم ها. انصافا از گلزار بهتر خون. نه جدی گفتم ها. دختر خانمو نظرتونه؟ خب اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومد لایک رو بکوبید و کانال هم سابسکرایب کنید. دکمه زنگوله رو هم فعال کنید تا از جدیدترین ویدیوی ما با خبر شید. لطفا سم بعدی پلی شه. روی نفس شافرک زیر ماهونه چشم. خب یادی کنیم از آقا معین سال خورده موتور ترکیده. انگاری آبغن لازم شدیم. آبغن لطفا. مرسی. تا حالا شده نصف شب به روون کننده احتیاج داشته باشی و گیرت نیاد؟ من اینو بهتون پیشنهاد میدم. حالا خود دانی. با اینکه تو رو یک بار دیدم ولی کلانت کردم توی قلبم. همین گناهش از خودم بود، دلم گردن گرفته شد. من تو رو جنجالی کردم توی قلبم. فهمیدم زندگیم توی جا. بگذاریم اگه موافقید بریم یه پیام بازرگانی ببینیم تا بعد. تکراریه الی جذابه قیافمو میگم. Susmaz gönlümün yarası. راستی یه سوال فنی ذهنمو درگیر کرده. به نظر شما چهره مهمتره یا اخلاق؟ چهره مهم نیست، اخلاق مهم است. چرا چهره مهم است؟ کی گفته چهره مهم نیست؟ چشم درسته که درزی گندم واری قوارات میمون واری چهره مهم است. در انسان در ظاهرا در باطنا چهره مهم است. ویدیوی بعدی راجع به حمایت از ما پسراست. پس بریم تو کارش. نقاشی و 6 ماه طول کشید تا بکشم، ولی چون دختر نیستم از هنرم حمایت نمیشه و دیده نمیشم. یه لایک و فالو کلا 10 ثانیه وقتتو میگیره، ولی کمک زیادی به دیده شدن من میکنه. امیدوارم از هنرم لذت برده باشی. واقعا چرا از ما پسرها حمایت نمیشه؟ حیف نیست از این همه استعداد و هنر؟ یعنی واقعا حتما باید دختر باشیم که ازمون حمایت شه؟ نکنید این کارو با ما رو دور نندازید. حمایت شما باعث میشه پرقدرت نقاشی بکشید. امیدوارم تا اینجای ویدیو لذت برده باشید. البته چون ویدیوی اولم خالی از مشکل نیست، ولی با حمایت شما عزیزان قطعا بهتر میشه. تا ویدیوی بعدی بدرود.